آیا من آدم بدیم که از نامزد دوستم تو مهمونی مجردیش فیلم گرفتم و بعد فیلمشو برای دوستم پخش کردم؟ بله. بله. من یه دخترم که از 12 سالگی با یه پسر به اسم نیک دوست بودم. من و نیک مثل خواهر برادریم و برای همینم نامزدش روز برای مهمونی دخترونه مجردیش منم دعوت کرد. تعطیلات آخر هفته بود و یه ویلای ساحلی گرفته بودن. کلی مشروب بود، جکوزی بود، غذای عالی بود، خلاصه خیلی خوش گذشت. تا اینکه من شب آخر وایساده بودم رو بالکن داشتم سیگار میکشیدم و از بالکن دیدم که عروس، نامزد دوستم، تو جکوزی کنار دوتا از دوستاش نشسته. داشتن با هم صحبت میکردن و دروغ چرا، فضولیم گل کرد، یواشکی به حرفاشون گوش دادم. روز داشت میگفت خیلی وقته که انقدر ریلکس نبوده. اولش فکر کردم منظورش استرسای مربوط به برنامه‌ریزی عروسیه، ولی یکی از دوستاش گفت با اون هیولای کوچولو مشکلی نداری؟ روزم جواب داد نه، فعلا قابل تحمله. همونجا فهمیدم دارن درباره پسر 10 ساله دوستم حرف میزنن. گوشیمو درآوردم و شروع کردم به فیلم گرفتن. دوستای عروس حرفای وحشتناکی درباره پسر دوستم زدن و روز هم همش میخندید و تایید میکرد. بعد گفت ای کاش اونقدر بزرگ بود که میتونستم بفرستمش مدرسه نظامی. شوکه شدم. فکر اینکه این زن قراره بشه نامادری اون بچه مظلوم اذیتم کرد. وقتی برگشتیم از دوستم خواستم ببینمش و اون فیلمو براش پخش کردم. تو سکوت فیلمو تماشا کرد. بعد که تموم شد ازم خواست فیلمو براش بفرستم. فرستادم. الان دوستم گفته که میخواد عروسی رو به هم بزنه و من احساس میکنم که نباید در این حد دخالت میکردم. اما خب چیکار میکردم؟ نگران اون بچه بودم. حالا شما به من بگید. من آدم بدیم که باعث شدم عروسیشون به هم بخوره؟ نه، من دلیل دارم. میدونی بفهم. چرا؟ چون من یه زوجی رو میشناسم، خب، که این آقا بچه داره و اون دختر خانم میگه من کنار میام، من میشم مامانش، من اینجوری. حتی خود من میگفتم نمیتونی، تو تا حالا تجربه مادر شدن نداری، بچه خودت نیست. اوکی، بلایی داشتم روش کار میکرد. نه من میتونم. گفتم اوکی. در عرض چند ماه گفت نمیتونم، یعنی نمیتونم بچه کسی دیگه تحمل کنم. و کسی که هنوز اصلا نرفته، یعنی از اون خانومم عقب‌تره، نرفته زیر یه سقف با هیولا خطاب میکنن یه بچه مظلومو، همون بهتر که این ازدواج نشه. تصمیمشو باید بگیره که این آدم بچه داره، من میتونم با بچه این کنار بیام یا نه. بزرگتر بشه بفرستمش مدرسه نظامی. خواهش میکنم.